جسدها با کفنهای زعفرانی و قربانیان بیماری کووید 19 که تا حال در هند به دادگری میکند. مردم فقیری که برای دفن شایسته عزیزانشان پول نداشتند ماهی اپریل و می آسم اثر آنها را در ساحل گنگ زیر خاک کردند. مردم اینجا جسدها را گور کرده برای ما مشکل ساختند. وقتی در رودخانه گنگ سطح آب بالا می آید، گورها را شسته جسدها را بیرون می آورد و یا آنها را آب می برد. بعد زاغ و سگ‌ها جسدها را می خورند. با رسیدن فصل بارانگری در هند، رود گنگ هم بیخبر از کار مردم فقیر ساحل‌هایش را می‌شوید و رنگ‌های زعفرانی را به مردم نشان می‌دهد. مقامات الله آباد از شهرهای مقدس هند میگویند تنها در 3 هفته گذشته 150 جسد را از رود گرفته سوزاندند. بعضی ها مرده ها را بر رودخانه می اندازند و آب آنها را می برد. مقامات محلی آنها را می سوزانند. طور می بینید چوب جمع کردند. ولی با بالا آمدن سطح آب جسدهای زیادی بر رودخانه می افتند و خطر آلودگی زیاد می شود. به تخمین مقامات الله آباد ممکن است در زمان اوج سیرت کرونا ویروس تا 600 نفر را در ساحل گنگ گور کردند. هندوها بر اساس آیین خویش جسدها را می سوزانند و خاکسترش را به آب می اندازند. خرج مراسم خاکسپاری تا $100 را تشکیل می دهد، ولی طبقه قشاق هند همین پول را ندارد. برای همین بعضی ها جسدی عزیزشان را به گنگ می اندازند که رود مقدس به حساب می رود. با دریا انداختن جسد آب را آلوده می کند و بیماری های خطرناک برمی انگیزد. هند که خانه 1 میلیارد و 300 میلیون نفر است، بیش از هر کشور دیگر جبری کرونا ویروس نو را کشیده است. ویروس در این کشور تا حال به 30 میلیون نفر سیرایت کرده و 400,000 نفر را کشته است.